السلام علیکم. خواهش میکنم هر کسی در امید فرزند و یا در امید پسر هستند، اینچنین جوانانی که در عرفه خانه‌دار شدن است، قصه را تا آخر گوش کنند. در این قصه حکمت زندگی نهان است. اگر حیات صحابگان پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم، تابعین، تبع تابعین را آموزیم، چقدر حکمت‌های زیاد را پیدا کردن ممکن است. صحابه کرام، خدمتگار رسول اکرم انس ابن مالک رضی الله عنه، از بین اسیرانی که خالد ابن ولید رضی الله عنه از کوفه آورده بود، به خود یک غلام را انتخاب کرده گرفت. آن زمانها حالا نظام غلامداری موجود بود. اولین شده در آن زمانها نظام غلامداری را نیست و نابود کردن را دین مبین اسلام آغاز بخشیده بود. رسول الله دائم تاکید می‌کردند هر کسی که غلام را رها می‌دهد و یا او را مسلمان می‌کند، ثواب‌های زیاد نوشته می‌شود. انس ابن مالک همین گونه غلام گرفتند، او را تربیت کردند. او دین اسلام را قبول کرد و به ایمان درآمد. همین گونه ایمان آن جوان مستحکم شد که بی شبهه از شرافت انس ابن مالک بود. در تربیه وی 10 سال عبرت گرفته بود. در قلب جوان نور ایمان علنگه میزد. ایمان پرره خالصا لله بود و خود مالک را به حیرت می آورد. روز انس ابن مالک نظر کند که سیرین شب گریه کنان عبادت می کند. انس ابن مالک نزد او آمد. سیرین، تو چی کار کرده ایستاده ای؟ خواجم، من غلام شما هستم. حیاتم را به 2 قسم تقسیم کردم. روز در خدمت شما و شب در خدمت الله. شب وظیفه بندگیم را به جا می آورم، به پروردگارم عبادت کرده می برایم. انس ابن مالک با او نظر کرده، سبحان الله، تو به خواجه من غلام شدی، در نزد الله از من نگاه کرده تو بیشتر غلام شده ای. من نمی توانم غلام خواجم را غلام کرده کار فرمایم. تو آزادی. سیرین یک هنر عجیب داشت. بعضی ها اگر او را آهنگر یا میسگر گویند، بعضی تاریخچیان باشد او را دیگساز گفتند. سیرین با این کسبش به حیات مسلمانی قدم می‌گذاشت. با دقت تمام نقطه های دین را از انس ابن مالک و دیگر صحابگان می‌آموخت. صاحب هنر بود. در یک مدت کوتاه به همه آشنا و معروف شد و به دستش یک مقدار سرمایه نیز افتاد. از آدمان پرسید، من بای شدم، بدولت شدم، اکنون چیکار کنم؟ آدمان مصلحت دادند که ای سیرین، تو خودت را به دست گرفتی، اکنون عائله باید تشکل دهی، عائله دار شو، چون که رسول الله گفتند خانه‌داری کنید، صاحب فرزندان زیاد شوید، من روز محشر از بسیاری شما فخر میکنم. گفتند تو نیز خانه‌داری کن، شرایطت میرسد. لکه خانه‌داری کنم؟ رسول الله فرمودند که به دختر با دین و دیانت خانه‌داری کرد. من به همین خیل دختر خانه‌داری کن گفتم. سیرین به جستجوی جفت مناسب شروع کرد. دوستان، تصور کنید او یک غلام بود، کسی نداشت، جای نداشت. امروز او برای خود جفت مناسب را میکاود. سیرین کافت و کاب نموده خودش به یک خاندان برای خواستگاری رفت. به خانه کی میگوید؟ به خانه خلیفه آن زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خواستگاری رفت. البته دختر خودشان نبود، اما مثل خودش دختر را که گرفته به وی رسانیده تربیت کرده بودند و او را مادرمان حضرت عایشه رضی الله عنها
به نهایت دوست می داشت. با نام صافیه بود. او جاریه آزاد شده بود. به نزد ابوبکر صدیق آمده گفت: فهمیدم که شما دختر را به تربیه خود گرفته بودید. او صاحب خلق و زیبا و با دین و دیانت بوده است. او را به من نکاح کرده دهید. ابوبکر صدیق رضی الله عنه: تو کی هستی؟ یک غلام به خانه خلیف با کدام جرأت به خواستگاری آمدی؟ گویان سخن نکردند، بلکه به او نظر کرده: مرحبا، خوش آمدید، به قدم های حسنات. و مثل شما نفر به خانه ما می آید، سرمان به فلک رسید. گفتند: حضرت، نگرید چگونه خلق زیبا. بعضا برادران ما در کوچه تکبری می کنند. باز می گویند که فلانی به خانه من دختر مرا پرسیده آمده است. وای خودش کی، نسل و نسبش کی، و باز به من خودش برابر می کند. گویان سخنها می گویند: ای برادر، شما دختر داشتید، به خانه شما می آیند، خرسند شده پیشواز گیرید. به خود مناسب دانسته است، شکر کنید. ما و شما از ابوبکر صدیق رضی الله عنه زیاد نیستیم. اما ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت: عذر گفتم، دخترم را عایشه صدیق تربیه کرده است، من باید از او پرسم. گفتم: خواب شد است. گویان سیرین برآمده رفت. حضرت درباره او از آدمان پرسیدند. یک جوان با نام سیرین بود است. او را میشناسید مگر؟ مردم او را توصیف نموده گفتند که او خیلی خوب، هنرمند، با دولت، صاحب کار. اگر دهید دخترتان را به همین خیل پسر میدهید. اما حضرت جواب موافق را یافته نمیتوانست. حضرت را نه تجارت و نه کسب و کار او قانع میگردانید، بلکه حسن و قلب او، دین و دیانت او برای حضرت مهم بود. پس آدمان گفتند: سیرین غلام انس ابن مالک بود، نزد او روید و ای بهتر میداند. به نزد انس رفتند و گفتند: یا انس، در خانه شما اسیری که آمده بود با نام سیرین به دخترمان صافیه به خواستگاری آمده است. او چگونه پسر می باشد؟ صافیه برای ما امانت، او را باید به مناسبش دهیم. انس ابن مالک پسری خوب، هنرمند، گفتنی بودند که سخن آنها را بریده: یا مالک، من درباره هنر و مال او نمیپرسم، با من از دین او سخن کنید. گفتند حضرت: ای امیر المؤمنین، دخترتان را زود با او به نکاح درآورید. از او بدی نمیبینید. به خاطر با تقوا بودنش من او را از غلامی آزاد کردم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دختری به تربیه خود گرفته اش را به سیرین نکاح کرده دادند. سیرین باز از مردم پرسید: اکنون چیکار کردن در کار؟ رسول اکرم فرمودند: اگر خانه‌داری کردنی باشد، با مردم آوازه کنید، خرسندی کنید، توی کنید. گفتند: توی کن. گفتند: توی کرد، البته به اسراف. به خانه اش چقدر مهمانان عالی قدر را دعوت کرد. انس ابن مالک رضی الله عنه، ابی ابن کعب رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، چند نفران دیگر آمدند. به همه آنها مهمانداری نمود و نکاحش را اعلام کرد. سیرین به سوی مهمانان تشریف آورد و به سوی آنها نظر کرده چنین گفت: من شما را نه تنها برای توی، این چنین برای گرفتن دعاهای شما دعوت کردم. به من دعا کنید الله با این دختر جفت ما را با بخت کند و به ما فرزندی صالح عطا نماید. در بین همه به سکونت افتادند. کی باید دعا کند؟
از نشستگان کسی گفت در بین ما جیان رسول الله نشسته است. آن ذات عبدالله ابن عباس رضی الله عنه. آن ذات دعا کنند ما آمین گفته استیم. از آن ذات دیگری ما دعا کردن حق نداریم گفتند. ابن عباس ببخشید، رسول الله فرمودند که هر کسی از جبرائیل امین تلاوت قرآن را شنیدن خواهد قرائت عبدالله ابن مسعود را گوش کند گفتند. قرائت این ذات با قرائت فرشته جبرائیل مانند باشد، پس او حقدار است که دعا کند. آن ذات دعا کنند من آمین گویم گفتند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفتند ببخشید، یک چند سال در خدمت رسول الله انس ابن مالک بودند. آن ذات حق دارند که دعا کنند. همه با یکدیگر همین گونه مناسبت میکردند. آداب را بینید. یک زمان همه‌شان جمع شده گفتند که در بین ما ابی ابن کعب رضی الله عنه نشسته. وقت سوره بینه نازل شده بود، الله به رسول الله سپارش دادند که اولین شده این را به ابی ابن کعب رضی الله عنه قرائت کرده دهند. وقتی رسول الله نزد ابی ابن کعب آمده، یا ابی، الله این سوره را برای تو خوانده دادنم را سپارش داد. ابی ابن کعب آواز برآورده الله مرا یاد کرد، الله مرا یاد کرد، الله مرا انتخاب کرد میگویان گریه میکرد. من این ذات نیزران معرکه نشسته بودم. صحابگان گفتند که ابی ابن کعب دعا کند، ما همه آمین میگوییم. ابی ابن کعب رضی الله عنه دعا کردند. همه آنها آمین گفته ایستادند. اشتراکچیان بدر، ذاتهای مبارک عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، انس ابن مالک رضی الله عنه، ابی ابن کعب رضی الله عنه و دیگران دعا کردند. چی فکر دارید؟ آیا الله بعد از 1 سال به سیرین فرزند عطا کرد؟ حکمت از جانب الله به سیرین فرزند نداد. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال گذشت. همه حیران چرا این گونه شد؟ 5 سال گذشت، 6 سال گذشت. بعد از گذشت این قدر وقت آدمان به سیرین هر گونه گپ‌ها را میگفتگی شدند. سیرین فرزند نشده ایستاده است کو؟ با دیگر نفر خانه‌داری کن گفتند. شاید الله میدهد، از الله امید کلان دارم گفت سیرین. 8 سال، 9 سال شد، فرزند نیست. آدمان گپ‌های سخت میگفتگی شدند. سیرین شد اکنون تو پسر خوب هستی و دیگر نفر خانه‌داری کن. نه، الله روز میدهد، از او التجا دارم. 15 سال گذشت. در آخر آدمان گیر کردند و سخت‌تر گفتند ای سیرین، تو چگونه انسان بفهمی؟ با دیگرش خانه‌داری کن. یک زن تولد کننده اش را یاب، میگردی با این. شاید فرزندداری در قسمت این زن نباشد. بعد از این سخنان سیرین به گریه درآمد. شمایان چی ها میگویید؟ آیا نمیدانید سر همسر مرا کی سیله کرده است؟ مادرمان حضرت عایشه سر او را سیله کرده است. همسر من در خانه ذات مبارک ابوبکر صدیق رضی الله عنه تربیت یافته است. در توی من اینقدر اشتراکچیان بدر دعا کردند. برای چی بعد از
دعای اینقدر ذات‌های مبارک الله به من فرزند ندهد، اگر بعد از این هم فرزند ندهد، من به 10 زن دیگر خانه‌داری کنم هم الله به من فرزند نمیدهد. من از مستجاب این دعاها امید میکنم. کار شمایان به من نباشد، گفت سیرین. بعضی تاریخچیان 23، بعضی دیگرشان باشد پس از 20 سال الله به سیرین یک پسر داده است گفتند. الله همین گونه پسر داد که تا حاضر ما نام او را به یاد می‌آوریم، تا به درجه تفسیر کننده تعبیر خوابها کمال یافته است. در تقوا، در زهد، در علم به او مانند نبود. ذات مبارک محمد ابن سیرین به دنیا آمده است. برای صبر پدر و مادرش الله این گونه فرزند مبارک را نصیب گردانید. برادران عزیز، بعضن وقت فرزندانمان را خانه‌داری کنیم، در 1 یا 2 سال فرزند نشود، زود قرار میکنیم که آن را باید از هم جدا کنیم. اش شد اکنون فرزند نشده ایستاده است، آنها را باید از هم جدا کنیم. برادر، فرزند دهنده از جانب الله است. صبر کنید، دعا کنید، دعا گیرید، امیدتان را نکنید. البته الله میدهد. از الله امید کنید. آن دختر مشفقتان را خوار مکنید. دائما از الله پرسان باشید. نگرید. این حضرت 20 سال انتظاری کشید. 20 سال از الله پرسان بود. الله به او داد. تاریخچیان می نویسند که بعد از این محمد سیرین چند برادران دیگر را نیز دیده است. همه اشان عالمان برجسته و زبردست اسلام شدند. محمد ابن سیرین رحمت الله علیه تابعین برجسته شدند. این گونه شخص شدند که در تقوا و علم سرحد نداشتند. حتی به بازار درآیند، به ذکر کردن شروع کنند، از سودا خود را باز می داشتند. روزی به محمد ابن سیرین نفر روغن فروخت به مقدار 40 درهم. نگاه کردند که در درون روغن جانزات افتاده است و پوسیده رفته است. فکر کردند اگر این را فروشم حلال نیست، به صاحبش برگردانم او باز به تقوایی کرده به کسی فروشد، این نیز ناجایز است. همه روغن را ریختند، در نتیجه به قرض افتادند. حقدار باشد نسبت سیرین به والی شکایت کرد و آن حضرت به زندان افتادند. در آنجا نشسته چیکار کردن را ندانسته گریه می‌کردند. در گردن قرض دارند. برای کندن قرض حرکت کردند. از الله کمک خواستند اما مستجاب نشد. حقدار حق او را زنجیربند کرد. در این وقت صحابه کرام انس ابن مالک رضی الله عنه از عالم گذشتند. حضرت پیش از وفاتشان وصیت کردند که شستن، کفن کردن و جنازه مرا محمد ابن سیرین ادا کند. این گونه وصیت کردند. آدمان نزد والی رفتند. آخر انس ابن مالک صحابه کرام آن حضرت چند سال در خدمت رسول الله بودند. وصیت حضرت را باید بجا آوریم. یک مرتبه رخصت دهید گفتند. آماده جنازه اشان را خواند، باز برگشته به محبس می آید گفتند. همه به نزد او آمده التماس کردند. به محمد ابن سیرین رخصت دادند. حضرت برآمده جنازه انس ابن مالک را خودشان خوانده دادند. حتی بعد از جنازه با زن و فرزندش احوال پرسی ناکرده به محبس برگشته آمدند. در محبس خدمتگاران سربازان آن پرسیدند چرا این طور کردید؟
به عیادت زن و فرزند نرفتید. والی به من فقط برای جنازه خانه اجازه دادند. گفتم سربازان سبب زندانی شدن حضرت را می دانستند و گفتند که آخر شما برای تقوا زندانی شده اید. با شما اجازت می دهیم که یک شب رفته با فرزندان دیدار بینی کرده سحر برگردید. با کسی نمی گوییم. گفتم پاسبانا محبس، من این کار را کرده نمی توانم. چرا؟ زیرا والی رهبر شماست. شما فرمان او را شکسته مرا رها می کنید. من نمی توانم در خیانت شما شریک شوم. گفتم من این گونه زاد با صبر و تقوای پدر و مادرش به دنیا آمده است. برادران و خواهران عزیز، برای 1 سال و 2 سال فرزند نشدن راه جداشوی را نکوبید و یا به نزد فالبین و جادوگران ندوید، یا نفرانی که صاحب چند دخترند برای پسر نشدن همسر خود را دشنام و ملامت نکنید. این قصه به ما می آموزاند که ثمره صبر چگونه شیرینی ها را به بار می آورد. هر کس دعا می گیرد از مستجاب دعا امید کشد. نفران عائله داران امید فرزند کنند و همه عائله برپا کنندگان از الله فرزندی به مثل محمد ابن سیرین صالح و صالحه را درخواست کنند. باقی در پناه الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.